چقدر من بی‌ملاحظه‌ام، دیر به دیر میام خودم یه چیزی بگم دلتون برام تنگ میشه. آقا یه چیزی هست برام پزشکی به اسم خودآرامی. خب خودآرامی اینطوریه که تو برای فرار از یه سری چیزها، یه سری روتین ها، تراماهات، آدمای دور و برت، عکس العمل ها، بیزینس، هر چی، مثلا سیگار میکشی، مشروب میخوری، چه میدونم کوک میزنی، چیزایی که مثلا ما بهش میگیم برگش میابو اینا، ولی به اینجا ختم نمیشه. مثلا اگر یه کتابی که عرفش 3 روزه تو توی صبح تا شب تمامش میکنی، اگر مثلا بدون که صبح پیاده بکنی نمیتونی روزتو شروع کنی. مثلا اگه به هر چیزی که ما بهش میگیم خوب هم چنگ میندازیم، اونم خودآرامیه. داریم از یه چیزی فرار میکنیم. اینو نسبت بدیم به استوری قبل.